الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران وخوهران عزيز أهل توحيد، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 11 از شرح و بیان و توضیح ارکان ایمان است و ما ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند صفتهای الله سبحانه و تعالی را ذکر میکنیم که هر کسی که میگوید که آمنت بالله حتما باید به این ایمان آورده باشد. ما تا به حال در شرح رکن اول ایمان هستیم که وقتی که جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم را سوال کردند که یا رسول الله و ما الایمان، ای رسول الله ایمان چیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند الایمان ان تؤمن بالله، ایمان این است که به الله ایمان بیاوری، یعنی بگویی آمنت بالله، یعنی اقرار کردم، تصدیق نمودم الله را که وجود دارد، به توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و حکمش که یکتا هست و یگانه هست و تنها او عبادت می شود و تنها به قانون او حکم کرده و به قانون او، به حکم او مراجعت کرده می شود. اما مشکل این است که مردم از شناخت الله خیلی هم دور افتادند و دور شدند از سبب ناآموختن، زیرا که تا زمانی که ناآموختی الله نمیشناسی. الله از خودش به ما خبر داد، الله از خودش به رسول الله خبر داد و رسول الله به ما خبر دادند. قرآن و سنت همیش خبر میدهد به من شما که الله کی هست، در کجا هست و چی صفت ها دارد و ما چگونه این صفت های اثبات شده را اثبات بکنیم و چی صفت های رو الله از خودش دور کرده است. این است ایمان به الله. اما افسوس که مذهب جهم سرطان امت، این مریضی بر امت داخل شد. جهمی ها دشمنان قرآن و سنت آمدند و گفتند که به زبانت گو که ایمان آوردن به الله بس است، نه آموختی، نه فهمیدی، جاهلی، نشناختی، الله تا نمیدونی، به زبانت گفتی که ایمان آوردن به الله بس است. و البته این باطل است. این مذهب جهمی ها انا همینش کفر است. مردم بیچاره را به کفر داخل کردند، در حالتی که قرآن و سنت میگه که نه، فقط ایمان آوردن به الله به زبانت گویی نمیشود، تو باید بیاموزی. معرفت الله اصل دین است. اولین اصل دین شناخت الله است. الله به ایمان آوردم گفتی، الله نشناختی، تو چگونه مسلمان هستی؟ بیاموز. فعلم، بیاموز انه لا اله الا الله، که نیست معبودی بر حق بجز الله. الله بیاموز. الله نآموزی، تو لا اله الا الله درست نیست. چگونه ایمان میوری چیزی که نمیدونی؟ اما امروز از کتاب شیخ الاسلام رحمه الله باب یکم که شناخت الله اصول دینش که بود، رکن اول ایمان است، اولین اصل دین است که این شناخت الله است و ایمان به الله است. این رب العالمین است، معبود بر حق است که الله است که باید شناخته شود. همه چیز را بنده ها شناختند، وقتهای خود به چیزهای زیاد صرف کردند، ربشون، معبودشون، خالقشون الله رب العزت و الجلال را نآموختند، نفهمیدند، وقت ندارند. و البته این شیطان است که مردم از این راه گمراه کرد، فریب داد. مردم هم به ندای شیطان، به وسوسه شیطان، به فریب شیطان لبیک گفتند. و بعد از این خدمتگاران شیطان، این طاغوت و این امام های مضلین که پیامبر گفتند اخاف علی امتی من ائمه المضلین، من از امام های گمراه کننده به امتم میترسم گفتند. همین امام ها سبب شد که این مردم بالاخره الله نشناسند، به چیزهای ناچیز، به چیزهایی که، به مسئله هایی که حتی او ثواب ندارد. در قرآن چند نقطه هست، در قرآن چند آیت است، در قرآن حرف را چند بار آمده است. اگر به محتاب برای چه خیل نماز میخونی، اگر این و آن گویان در مسائل بحث و مناظره میکنن که این مسائل به هیچ کسی لازم نیست. بزرگترین
نام، بزرگترین ذات، بزرگترین مسئله که شناخت الله است، اصول دین است، اصول ایمان است، لا اله الا الله است، حق است که یکتا است و تنها است، اصلا خبر ندارد. و در این موضوع وقتی که صحبت میکنی الله هم میرسانی به اونها به تو حکم مجنونی، حکم گمراهی، حکم ضلالت میدهد، اما خودشون نمیشناسن که اللهشون ربشون کیست. خوشا به حال شما اهل توحید، خوشا به حال شما اهل ایمان، خوشا به حال شما ای اهل الله و خاصته. شما اهل الله و خاصی بندگان الله هستید. اهل الله را به زبان تاجیکی اهل نگوید، یعنی شما دوستداران الله هستید. اهل گفته به عرف عادت تاجیکی دیگر است، به زبان عربی دیگر است. علم الله امروز موضوع ما ان شاء الله درباره علم الله است. وقتی که به الله ایمان می آوری به علم الله ایمان بیاور، خیلی موضوع بزرگ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتثحان فقال: أتدري فيما تنتثحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. از ابی ذر رضی الله عنه روایت است که گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قشقار را دیدن. شاتین. غنم وقتی که میگید اسم جنس گوسفند غنم میگن، یعنی حتی یا گوسفند مادر غنم میگن. خروف یا شات گوسفند نرینه را شات یا که خروف میگن. تنتتحان یعنی به هم دیگرش هم شاخ جنگ میکنن، زنوزنی میکنن. رسول الله به صحابه گفتن که آیا میدونی که این هر جنمین دو قشقار برای چی زنوزنی کرده شده است؟ ای ابوذر. ابوذر گفتن که نه، من نمیدونم. رسول الله گفتن که ولکن الله یدری، ولیکن الله میداند و الله در بینشون حکم میکند. البته در بینشون کی حکم میکند؟ معلوم است که در روز قیامت حکم میکند و معلوم است که سوره عامه آخر وقت تلاوت میکنید که یا لیتنی کنت ترابا میگن. وقتی که الله حیوانها را بین همدیگر قصاص میگیرد، یکی از حیوان به حیوان دیگر شاخش زد، ظلم کرد، روز قیامت قصاص میگیرد و خاک میشد. بعد از این حیوانها را الله قصاصشون میگیرد، حیوان مظلوم از حیوان ظالم قصاصش میگیرد و بعد از این الله امر میکند که حیوانها چی شوند؟ خاک شوند. انسانها این حالت دیده، این حکم الله را دیده، این قضاوت عادلانه الله را دیده که یک ذره چیزی نمیماند، میگفتند که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش ما هم همراه این حیوانها خاک شدن و بشته میرفتیم. لیکن نه، انسان تولد شدی تمام دیگه روز خلاصی نه. خودت میکشی، خودت میسوزانی، خاک میکنی، چیکار نکنی، تو به همین عالم آمدی و دیگر تو به مسئولیت آمدی. در اینجا در حدیث بارک الله فیکم علم الله سبحانه و تعالی بیان شده است و علم الله از ربوبیت الله است، از توحید ربوبیت است. کلمه‌ای که پیامبر گفتند یا جمله‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ولکن الله یدری، یعنی دو قشقار یا دو تکه وقتی که به هم دیگر ینتطح یعنی شاخ جنگی کرد، گفتند الله میداند که به خاطر چی نکرد. این دلالت انمین جمله رسول الله دلالت به علم الله میکند. پس بارک الله فیکم، در همین موضوع شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن که در کتاب مجموع الفتاوی مجله 6 صفحه 142 و يفرق بين ادعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا بأسماء الحسنى وأما الإخبار
عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به ثابت. خليك قويدة در بوبي أسماء. ولكن علم الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة است. الله عالم همه داننده همه غیب هاست و داننده همه ظاهر هاست. اگر انسان ها به همین یک جمله ایمان می‌آوردند که عالم الغیب و شهاده، غیب که در قلب تو، چیزی که در قلب تو است به ما غیب است، تو فکر میکنی که دیگر هیچ کس نمیداند، لیکن الله میداند، قلبت پاک میشد. ایمان بیار به عالم الغیب بودن الله. اگر به این ایمان می‌آوردی و میدانستی که این از خصوصیت الله هست، هرگز به سحر و جادو باور نمی‌کردی. کسانی که امروز به سحر جادو رفتند، کفای خدا دادند و به او ایمان آوردند، تصدیق کردند، حالا ایمان صادق به الله، به علم الله نداشتند. اگر به علم الله ایمان می‌داشتند، هرگز به دیگر مخلوقین در مسائل علم همچنین علم باور نمی‌کردند. صاحب علم مطلق، علم کمال فقط تنها الله است که عالم الغیب و شهادت است. همه غیب و شاهد و همه چیز می‌داند. پس بارک الله فیکم. و مسئله علم الله تعلق به تقدیر است. چقدر به علم الله خوب ایمان آوردی، همون قدر در باب تقدیر اصلاح هستی، خوب هستی و در حق هستی. چقدر در باب علم الله مشکلی داری، همون قدر، یا چقدر در باب علم الله ضعیفی داری، کم آموختی، ایمانت ضعیف است، پس تو در باب تقدیر همون قدر گمراه میشوی. الله المستعان. مثلا ما یک مذهب داریم که در زمان آخری صحابگان به وجود آمد، قدریه. قدریه ها مشکلشون، کفرشون در چی بود؟ کافر شدند. صحابه ها تکفیرشون کردند. جهل هیچ کسی برای اونها عذر نگفت، تعویل عذر نگفت، تکفیر کردند. اینها کیا بودند؟ قدریه هایی که علم الله را دوست داشتند، الله اینقدر احترام کردند، الله اینقدر دوست داشتند که گفتند الله ما خیر است، الله ما هرگز بدی، یک چیزی بد رو خلق نکرده است و الله هیچ عملی شر رو خلق نمی کند. یعنی یک چیزی بد که از انسان به وجود می آید، عملهای بدی که از انسان به وجود می آید، گفتند که خالقش الله نیست، این عمل رو یعنی خود انسان خلق میکند با یک نیت خوب، به نیت نیک. معنای سخنشون چی؟ یعنی الله تا به وجود آمدن همون عمل علم نداشت. یعنی الله به خیر، به چیزهای نیکی علم دارد، اما به چیزهای بدی علم ندارد. آیا اینها به نیت کافر شدن این سخن گفتن؟ نه والله، کلا و حاشا. اینها خودشون میگفتن که کلا و حاشا، ما نیت کفر نداریم. بله، اینها سخنشون را به خاطر دفاع گویا که گفتن ما الله دفاع از بدی ها کرده شدیم، الله تنزیه و پاک از بدی ها کرده شدیم. گفته الله ما خیر است، الله ما شر نیست، الله ما خیر است، شر خلق نکرد. علم الله، یک قسم علم الله انکار کردند و کافر شدند. علم الله را در به وجود آمدن شر. یعنی یک کسی شراب می نوشد، آیا الله می دانست که همین شراب می نوشد؟ زنا می کند، آیا الله می دانست که همین زنا می کند؟ اینها نفهمیدند که الله کونن می دانست، کونن این چیز در زیر اجازت الله شد، اما شرعا الله نمی خواهد. تقدیر کونی و شرعی نفهمیدند و از همین سبب علم الله انکار کردند، کافر شدند. الله المستعان. الله المستعان. احتیاط باشید، نشود که الله من دوست می‌دارم، الله من اینقدر دوست می‌دارم که الله از بدی پاک می‌کنم، گفته به مذهب قدری روید. این کفر است. علم الله به خیر و شر کاملا محیط است. الله یکی از نام‌هاش العلیم است. علیم صفتش علم است. الله علم دارد، علم صفت است. العلیم نام است. از نام معنا میگیریم. الله العلیم است، نام الله.
از همین نام معناش علم به وجود میاد، صفت علم به الله داده میشه. عالم الغیب و شهادت است. انسان هم عالم میگید، الله هم بینید عالم الغیب گفته خودش عالم. آیا عالم بودن انسان و عالم بودن الله به همدیگر مانند کردن درست است؟ کفر است، درست نیست. علمی که الله دارد این لایق اوست، علمی که همه چیز رو میداند. یک زنبوره سیاه رو در بالای سنگ سیاه در درون بحر قعر سیاه الله میداند و رزق را جدا میکرد. و الله از درونی و بیرون شما آگاه است. و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. سخن بلند کرده میزنی یا پست کرده میزنی، الله از قلب تو آگاه است. این است علم الله. علم الله اینقدر وسیع است که ان الله كتب مقادر الاخلاق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله نوشت تقدیر خلق رو، اخلاق همه مخلوقین رو، تقدیرشون رو نوشت در لوح المحفوظ کی 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین. الله اکبر. حالا زمین نبود، 50,000 سال پیش الله دانست که تا روز قیامت چی می شود. من و شما هم 50,000 سال پیش از زمین خلق شدن الله نوشته بود که ما کی تولد می شویم، چگونه زندگی میکنیم و چگونه وفات میکنیم. آیا الله سبحانه و تعالی این رو نوشت ما مجبور هستیم؟ نه. الله سبحانه و تعالی اول به علمش دانست. الله به علمش ما رو دانست که ما به اختیارمون فلان کار میکنیم، به اختیارمون فلان کار میکنیم. همین نوشت. علم الله است. ببینید چقدر وسیع است و چقدر بزرگ است. هرگز این علم الله آورده به علم مخلوق برابر کرده، یا به مانند اشعری ماتریدی گمراه کفار نگوید که صفت علم بنده هم دارد، الله به ما صفت علم داده نمیتوانیم. البته اشعری خیلی نمیگن، اشعری میگن که نه، ما قبول میکنیم الله علم دارد. اینجا تشبیه نمیکن، دیگه جا رفته تشبیه میکن، یعنی بازی به نام الله میکن. کسی که ایمان به الله آورده باشد به این علم باید ایمان بیارد. اما مسئله علم، صفت علم، صفت حیات، صفت قدرت، این صفت ها از اصل دین است. کسی که به علم الله، به حیات الله، به قدرت الله ایمان ندارد، شک دارد، کافر است. اما او حدیثی که در مسئله قدرت است که مردی که مرا سوزانید گفت، ما میگوییم که قول صحیح همین است که این شک نکرد. این در حالت مرگ، پیش از مرگ از ترس از دهانش یک سخنهای برآمد که به مانند اینکه از خرسندی کسی سبقة اللسان شده باشد. این از سخت ترسیدن سبقة اللسان شد. بارک الله فیکم برادر عزیزم. پس به علم الله انسان باید ایمان بیاورد. وقتی که به علم الله ایمان آوردی، به تقدیر الله ایمان میآوری و مسلمان میشوی. و باید من و شما بدانیم که همه چیز در زیر علم الله هست. یک چیز خارج از علم الله نیست. هیچ چیز خارج از علم الله نیست. اگر کسی اعتقاد بکند که شاید اون چیزی باشد که خارج از علم الله هست، البته که این چی است؟ البته که این بارک الله فیکم کفر است و شرک است. این بود یکی از صفات‌هایی که اصل دین است و من و شما باید ایمان بیاریم. وقتی که میگیم که آمنت بالله، میگیم باید به ایمان بیاریم برادر. اهل توحید فقط به یک زبان ایمان آوردن به الله گفتن کار به انجام نمیرساند. بعد از این اثبات السمع والبصر لله، اثبات شنوایی و بینایی به الله سبحانه و تعالی. الله می شنود و می بیند. صفت سمع دارد و صفت بصر دارد. و باید ایمان بیاورید که الله صفت دارد. الله نام دارد، صفت دارد. صفت های الله صفت های چی است؟ خبریت ذاتیه، صفت هایی که ذاتی هست، و خبریت فعلیه، صفت هایی که الله سبحانه و تعالی ذکر کرد و
ذاتی است. صفتهای ذاتی یعنی صفتهایی که همیشه همراه الله است. سمع شنیدن، بصر دیدن، الله همیشه میبیند و همیشه میشنود. علم همیشه الله عالم است. که رافضه ها هم لعنت الله علیهم کافر شدن در همین باب ایمان به الله، در علم الله. کسی که در علم الله کافر است به الله کافر است. چی گفته کافر شدن؟ در کدام جهت؟ گفتند که الله، گویا اونها میگن که الله رسالت رو، جبرائیل رو به سوی علی رو روان کرد، گویا ارسال کرد تا که علی پیامبر باشد. اما جبرائیل رسالت پیامبری رو به محمد صلی الله علیه وسلم داد. بعد از اینکه جبرائیل رسالت پیامبری رو به محمد داد، الله گویا که در همین وقت در حیرت ماند و همین وقت فهمید که پیامبر محمد شده است. تا این وقت نمیفهمید. عقیده بده، گفتن عقیده داره رافضه ها. رافضه 100 مراتبه اگر آمنت بالله گفت کافر است، کافر است، کافر است. شیعه بنان اثنا عشری ایران امروز هست، اینا ایمان به الله ندارد. الله جاهل میگه. یک مرتبه یک ذره جاهل بگویی، یک مسئله را از علم الله بیرون کن، کافر استی. آمنت بالله فایده ندارد. و کسایی میوند باز همین رافضه را دفاع میکنند از صوفی ها، زیرا که صوفی ها هم اعوذ بالله صفات های را به پیشوایشان میدهند، علم میدهند، اما یعنی به پیرشون علم غیب میتن، از الله سبحانه و تعالی اینا سلب میکنند یک قسمی از علم به مانند قدری ها. و این کفر اکبر است و شرک اکبر است و ایمان ناوردن به الله است. برای همین فهمیده میشد که فقط آمنت بالله گفتن کار تمام نمیشد. باید آموزید، بفهمید. اینها صفتهای خبری یعنی همون صفتهایی که الله به شما خبر داد در قرآن وجود دارد، خبر داد، این غیب است. صفتهای الله توقیفی است. ما از پیش خود این صفتها را به الله اثبات کرده نمیتوانیم و از پیش خود این صفتها را از الله انکار کرده نمیتوانیم. این حجت لازم است. اثبات کردن میخواهید صفتی رو به الله، حجت داری، اثبات کن. و این صفتهای خبری یعنی در قرآن و سنت ثابت شده، این ذاتی یعنی همیشه علم همیشه همراه الله است. شنوایی، بینایی، حیات، قدرت. الله یک بار قادر است و یک بار قادر نیست. اگر کسی بگه کافر است. یک بار میشنود یک بار نمیشنود، این نقص است در حق الله، کفر است. آمنت بالله فایده نداره. همیشه میشنود و همیشه میبینه. در کجای نباشد میبینه. بنده وقتی که فکر بکند که یک جایی هست که من پنهان میشم و الله مرا نمیبیند، کفر اکبر است. در همه جا الله تو رو میبیند. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا. از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت رو قرائت کردند که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانه الى اهلها. الله امر میکند که امانت ها رو به اهلش بدید، به صاحبش بدید، تا آخر اینکه سوره نساء آیت 58 است. گفتند همانا که الله شنواست و بیناست، میشنود. و در دوامش گفتند و یضع ابهامه على اذنيه والتي تليها على عینیه. یعنی پیامبر وقتی که نوات خوندن چگونه این نوات شرح دادن به صحابگان. یضع ابهامه على اذنيه، انگشت ابهام گفته دو انگشتی، همون انگشتی کلانه که ما میگیم به زبان تاجیکی، انگشتی کلانه که یکم قفس انگشت است، کلانه است، کوتاه‌تر از همیش کوتاه در پایان با بند دست نزدیک، انگشت کلانی در زبان عربی ابهام میگن. لیکن ابهامه شود دو انگشت کلانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که همین آیت خوندند ان الله کان سمیعا بصیرا، دو این انگشت کلانی گوششون به اشاره کردن.
رسانیدن و یضع گذاشتن. حالا دو دستت مشت کن یا کشوده بیار دو انگشتت به گوشت رسانه. هم خیلی رسانه قاپیدگی است. دو انگشت رسوندن، دو رسانه گفتن ان الله کان سمیعا، وقتی که گفتن دو انگشت گوش برسن شنوا، والتي تلیها بصیرا، دومین اشاره، دومین انگشت دوم کدوم انگشت بود؟ سبابه. انگشت دوم آورده چشمشون داشتن. یعنی وقتی که الله شنوا و بینا هست گفتن، اینو ببینید، هر دو انگشت کلونی در گوشت، دو انگشت دیگر سبابه در چشم، هم خیلی قاپیدن گفتن که ان الله سمیع بصیر. انا خیلی شرط دادن. اگر ما امروز هم خیلی شرح بدیم، انا خیلی تفسیر بکنیم، اشعری و ماتریدی و رافضه ما را چی میگن؟ مجسمه شما کافر هستید میگن. الله شنوا و بینا گفته گوش خودتون رو و چشم خودتون رو قاپیده سودید میگن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار کردن. پیامبر فهمونیدن این تشبیه کردن نیست که گوشی الله اعوذ بالله گوش داره. صفتی گوش گفتن صفتی به الله هیچ کسی نداد. شنوایی داد. شنوایی معروف است که به گوش من شما میشنوید. و بینایی داد که بله ثابت است که الله سبحانه و تعالی چشم دارد. بله الله چشم دارد. اما هرگز به مخلوق مانند نیست. مانند نکنید. و این روایت رو ابو داوود و ابن حبان و ابن ابی حاتم روایت میکنند. چخیلی که امام ابو داوود در سننشون با رقم 4768 و ابن حبان با درسیش با در مجله اکون 498 و حاکم در مستدرک مجله اکون صفحه 75 و میگن که حاکم هذا حدیث صحیح و لم یخرجه. حدیث صحیح است اما امام بخاری مسلم تخریج نکرد. این سندش موافق گذاشته شرط شروط امام بخاری و مسلم است. وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وابي يونس والباقون متفق عليه ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم. حديث بشهود على شرط مسلم اسمه كي حديث جابر مجلة صفية حفظ دهشت وفيه فوضع يديه على عينيه ثم قال أشهد أن الله تعالى ليس بأعور. داستشون رسول الله انگشتشون رو به دو چشمشون گذاشتن و گفتن که شهادت میدیم که الله تعالی یک چشمه نیست. اعور گفته یک چشمه رو میگن. یک چشمش هست یک چشمش نیست، نه اعور میگن. الله اعور نیست. دجال اعور است. دجال یک چشم است. الله ما دو چشم داره. فاصنع فانك بعیوننا. خیلی که ابن ابی حاتم در تفسیرش مجله سوم صفحه 987 وقال ابن بطة في الإبانة مجله سوم صفحه 117 ابن بطة میگه که صحیح و رجال ابی داود ثقات و رجال مسلم. صحیح است میگه. اللالكائي در كتاب اعتقاد اهل السنه مجله سوم صفحه 400 میگه و هو اسناد صحیح على شرط مسلم يلزم اخراجه. انا من حدیث میگه صحیح است بر شرط مسلم است لازم میشد که اخراجش میکرد. پس برادر عزیزم ای مسلمانی که خودت مسلمان میگویی انا به الله همچنین ایمان بیار. تشبیه نکن. مانند نکن. علم الله به علم انسان، حیات الله به حیات انسان، قدرت الله به قدرت انسان و این چنین دست الله به دست انسان، چشم الله به چشم انسان مانند نکن. تشبیه نکن. خیلی که به خودش زیبنده است ظاهرا ثابت کن به معنای حقیقت لغویش، نه به تشبیه. پس انا این است که ما همچنین به الله سبحانه و تعالی ایمان می‌آوریم چگونه که رسول الله صحابگان را تعلیم دادند. انا همچنین تعلیم دادم و هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتند که معنای این کلمه های عربی را همچنین به ظاهر معنای عربی نگیرید به دیگر معنا گیرید. نگفتند. اشعری و ماتریدی این خبثا این کفار چه مشکلی دارند؟ این کلمه های صفات رو معنایش رو به دیگر معنا میبرند، به معنای عربی نه و غیر عربی، یعنی از پیش خودشون عرب نفهمیده چیزا به بالا این کلمه میگن. دست قدرت میگن، نعمت میگن، چشم مثلا قوت میگن و غیره. از کجا؟ از پیش خودشون. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم اثبات کردن صفات رو، صفتی چشم رو و این چنین شنوایی و بینایی رو به معنایی که شناخته شده، همین معنا معلوم در بین همون صحابگان عرب بود که به همدیگر به همین لفظ خطاب میکردن، صحبت میکردن.
پس این دلالت میکند که هر یک صفتی که الله میگه معنا دارد. برای چی ما این سخن گفته استیم؟ برای که اشعری و ماتریدی میگن که عادتا میگن صفت معنا ندارد یا صفت معناش دیگر میکنند. و یک عقیده اهل توحید هم است که آمنت بالله میگن، لیکن میگن که یگان صفت الله معنا ندارد. میگن این باطل است، بلکه در همین حدیث صحیح ثابت شد که صفت معنا دارد. اگر معنا نداشته باشد چرا رسول الله شنوا وقتی که گفتن دو انگشت کلانی رو به گوشت و بینا گفتن دو انگشت رو به چشم رسوند؟ معنا ظاهر. و بعض از علما گفتن میگن خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع فتاوا مجله 20 صفحه 451 و 452 میگه و غیره که الاشاره لاجل اثبات الحقيقه، اشاره به خاطر اثبات حقیقت. یعنی صفات های الله صفات های حقیقی است، خیالی یا که یا ببینیم صفات های غیر حقیقی که معناش دیگر باشد و این صفت نباشد و دیگر چیز باشد نیست. این هر یک صفتی که حقیقتا هست اما چگونگیش ما نمیدونیم. بارک الله فیکم. پس بعض از علما وقتی که گفتند که به خاطر همینجا عباره را ما ارزگی خوبتر با میفهمونیم. رسول الله وقتی که انگشت رو به گوش و به چشم خود رسانیدند، معنای سخن عذر میگفتگی دو معنا دارد. معنای اولی که اهل سنت میگن، همین خوب دقت بدید، رسول الله انا همین صفات ها را ظاهرا همین صفات هایی که هست میگرفتند. حقیقت همین حقیقت لغوی کتی. یک معنای دیگر رو اهل باطل میگد که اصلا میگد صفات ها را به ظاهرش نمیگرفتند، لیکن در همین وقت فقط به ظاهر گرفتند، برای همین اشاره کردند که این باطل است. این سخنی باطل است. اون کسی از اهل علم و فقه کسی روش کس نگفته است. و در همین یک مسئله به وجود میاد، مسئله خیلی بزرگ، مسئله فقهی، بگویم اصولی، معذرت خواهی میکنم، فقهی نه، اصول فقه، مسئله اصولی، مسئله الحقیقت و المجاز گفتگی یک مسئله بزرگ، موضوع بزرگ در علم اصول فقه است. ان شاء الله در آینده ما بیان میکنیم. در بالای همین مسئله مذهب ها وجود دارد. مذهب اهل سنت و الجماعت همین است که اولا حقیقت چیست؟ حقیقت این که هر یک کلمه به زبان عربی به حقیقت عربی فهمیده میشد. ید دست. کیفیت از حقیقت بیرون است. کیفیتش که ما کار نداریم. لیکن کلمه ید گویم در زبان عربی چی میفهمیم؟ ید دست. عین گویم چشم. البته عین به معنای گوناگون میاد، لیکن به قرینه، لیکن به چشم میاد. و همچنین همه کلمه به زبان عربی به ظاهر عربی فهمیده میشد، به فهم عرب. این حقیقت کلام میگن. حقیقت کلام من میروم، این دستی من گوید، این همه فهموار میخیل فهمیده برفته است. این دستی من گویم، شما ها این محتاب نمیگوید، ها این دست نه، این پا نمیگوید. ظاهری کلام توجیکیان، ظاهری کلام عربیان، ظاهری همه کلام این حقیقتش که همه سخن گرفته میشد. همه این قاعده کلی است. مجاز گفتن سخن همین است که شما یک کلمه استفاده بردید، اما مراد شما، مقصد شما حقیقت همون کلمه نه، شما از این کلمه دیگر چیز میخواهید. همین مجاز میگن. شما دست گفتید، کلمه دست استفاده بردید، لیکن مقصد شما چی است؟ قدرت است، نعمت است. چشم گفتید، کلمه چشم استفاده بردید، لیکن مقصد شما مجاز است. مجاز گفتن که که معنای حقیقی این کلمه که عرب استفاده می‌برد نه، معنای دیگر مجازی، یعنی درونی، پنهانی، که معنای مجاز این ظاهری کلمه که نه، گو که در درونش هست، که گو که قوت میگه، چشم قوت میگه. انا همچنین مسئله الحقیقت و المجاز، انا که حقیقت فهمیدید که یک کلمه معنای عربیش هم تو فهمیدن حقیقت، همون کلمه از معنای عربی گرفته دیگر معنی بردن، اینا مجاز میگن. آیا مجاز در قرآن هست یا نیست؟ در سنت هست یا نیست؟ در کلام عرب هست یا نیست؟ سخن علمای اهل سنت و جماعت همین است که در قرآن مجاز نیست. یعنی این چنین نشده است که الله یک
جمله را گفته باشد و مقصدش دیگر چیز باشد، مراد الله دیگر چیز باشد. الله یک کلمه را استفاده برد لیکن ظاهری کلمه را مراد الله نه بلکه باطن هم با دیگر معنا باشد و هیچ کس نفهمد و بعد دیگر آدمو فهمد. این چنین چیز نیست در قرآن. مجاز در قرآن وجود ندارد. اگرچه بعضی از علما میگن که علما اختلاف کردند. کدام علما اختلاف کردند؟ علمای اهل سنت اختلاف نکردند. علمای اهل سنت میگن که قرآن مجاز ندارد. علمای اشاعره اهل کلام این چیز به اختلاف کردند و اهل کلام این چیز اثبات کردند که مجاز است. از غزالی و اینی و وی دیگر همه باقی مانده از اصولی های اشعری و ماتریدی که اینها مجاز اثبات کردند تا که قرآن آیت های صفات از حقیقتش به مجاز برده معنای صفت دیگر کنند و مردم گمراه کنند. آمنت بالله شما را فساد میکنند. این حق است که در قرآن مجاز وجود ندارد، در سنت مجاز وجود ندارد، اما در کلام عربی بله مجاز برده استفاده برده ممکن است. بمانند اینکه یک انسان میگه که این نمین بچه شیر است، میگه معنای سخن شما این نیست که در حقیقت این حیوان است، این شیر است. نه، شما مجازاً کلمه شیر استفاده بردید که یعنی شجاعتش به مانند شجاعت شیر است، قوی است، مرد است. انا همین به کلمه شیر وقتی که یک انسان به استفاده بردید در اینجا مجازاً استفاده بردید، نه حقیقتا این شیر نه، این انسان است، لیکن مجازاً استفاده بردید. در لغت عربی در کلام استفاده بردن ممکن است، اما در قرآن و سنت مجاز استفاده بردنش یک گمراهی و یک دروازه باطل کشوده میکند که اشعری و ماتریدی در باب توحید اسما و صفات به کفر و شرک واقع شدند در اساس مجاز. آیت مجاز است، مجاز است، مجاز است. یعنی معنای آیت کلمه را، هر یک کلمه که صفت بیان میکند، هر یک صفت چی گفتند معناش این به زبان عربی حقیقتش فهمیده نشه، بلکه این معنا دیگر است. معنای کی میدید؟ معنای اشعری، ماتریدی، رافضی میدید اپیش خودش. وقتی که حقیقت و مجاز گفتید بالاخره آمنت بالله شما باطل میشود. خیلی که امروز سبحان الله این خوبسای اشعری و ماتریدی آمنت بالله رو به همین نمود حقیقت و مجاز نابود کردن به مجاز. مذهب یکم اهل سنت فهمیدید. مذهب دیگر مذهب اشعری و ماتریدی کلام اهل کلام مذهبش است که مجاز هست میگه و همه چیزی که در قرآن ظاهر است مجازی به میبرند و معناش دیگر میکنند، معناش از پیش خودشون میگن. الله المستعان. و آمنت بالله بالاخره به پایانشون میرسد. آمنت بالله شون به همین میشکنند، مجاز میبرند حتی در مسئله توحید، در مسئله صفات. توحید این صفات الله است، توحید است، از آمنت بالله است. برای همین برادران عزیز بارک الله فیکم در این مسئله دقت بکنید و بخونید و باقی مانده مسئله ها رو در حلقه آینده به شما ذکر خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.